تشکر از استاد سیدمار حسینی. واقعا در 40 سال پیش در یکی از چنین روزهای بهاری گروهی از جوانان گرد هم آمدند و یک حرکتی را تأسیس نمودند. حرکتی که در آن زمان تنها خصوصیتی تعلیمی، فرهنگی و اجتماعی داشت، ولی بعداً به یک حزب و یک حرکت بزرگ تبدیل شد که حتی مرزهای آن تمام پهنای اقتدار شوروی سابق را در نمی‌آورد. این سازمان جوان با استواری توانست در حیله‌های دشوار را پشت سر نماید و با اعتماد برای حفظ صلح، ثبات و آرامش قدم برداشته امید را بر آینده روشن در دلها زنده نماند. ما در اینجا مهمانان زیاد داریم از کشورهای مختلف و یکایک با آنها سخن خواهیم داد برای سخن تبریکی، ولی در ابتدا از نماینده پارلمان کشورمان استاد سهراب شریفوف دعوت می‌نمایم تا سخنان تبریکاتی خود را ارائه بفرمایند. بفرمایید. السلام علیکم برادران، خواهران، پدران. پیش از همه اجازه دهید همه اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را و همه تاجیکستانیان را در این روز مبارک با 40 سالگی حزب تبریک گفته با آن هستی دور و دراز مستحکمیت در حمایه منفعت‌های ملی و سربلندی به هر اعضای آن آرزومندم. من فکر میکنم که هدف هر یک حزب و سازمانی که تشکیل میشود بیش از همه منفعت‌های ملت و دولت میباشد و در این تاریخی که نه چندان طولانی است از جهت علم، از جهت وقتی گذشتن در سیاست، لیکن ما میبینیم که مرحله های زیادی پس سر شدن و حزب امروز یکی از سوبیکت های مهم سیستم سیاسی تاجیکستان میباشد و اعضایان این حزب وطن دوست، وطن پرور، خداترس و سازنده این ملت و دولت هستند. دیروز در پیام خود جناب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز نقطه را ذکر کرده بودند که حزب‌های سیاسی تاجیکستان این یک رکن حقیقتاً مهمی رشد جامعه صاحب استقلال و در نظر من حزب نهضت اسلام تاریخی این حزب، این تاریخی آن مشکل‌هایی که در سال‌های استقلالیت بود، آن وزنینه‌هایی که بود، همه آن را در خود دارد و من فکر میکنم یک خون تازه پیدا شد، یک چکره تازه، چکره آب تازه پیدا شد در حیثیت حزب، در هستی حزب، در ایدئولوژی حزب که صفتاً دیگر است. چون که مرحله‌ای که امروز ما هستی میکنیم این مرحله خیلی هم حساس میباشد که تمام ما هر یک تاجیکستانی از آن جمله حزب نهضت اسلام این مسئولیت را خیلی هم حس میکند و حرکت میکند که برای حمایه وطن، برای حمایه ایمان، برای حمایه شأن و شرف مردم تاجیک، وطن تاجیک، همه آن سعی و کوشش دارد، همه آن علمی که دارد صرف کند. پیش از همه من حقیقتاً همکاری رهبریتی حزب شما میباشم، همکاری محترم محیدین کبیری هستم، همکاری محترم حسینی هستم و ما در پارلمان یک چیز رو خیلی هم نقص ذکر کردیم. پارلمان جای مناقشه، جای بحث هست، لیکن وقتی که منفعت‌های ملی و دولتی باید حمایه شوند
همه ما نوابسته از موقع سیاسی خود حرکت میکنیم از یک گریبان سر برداریم و منفعت‌های دولت خود را حمایت کنیم. و یکی از مثال‌های این بود که ما مراجعتنامه دیروز قبول کرده شده باید با مراجعتنامه را به دومای دولتی روسیه قبول کردیم که در آن همه حزب‌ها یکدلانه طرفدار بودند که از آن جمله حزب نهضت اسلام و خود محیدین کبیری ما می‌دانیم که مرامت کرده گفته بود که تاجیکستان یگانه است، شأن و شرف منفعت‌های ملی این دولت منفعت‌های حزب ما می‌باشد. من فکر میکنم که این روز مبارک است. تعریف سیاسی حزب را شما از من خوبتر می‌دانید و باز یک بار دیگر تمام شما را با این روز مبارک تبریک میگویم. سربلندی، آبادی و در کوشش‌های شما دائما خواهان آن هستند که سفیدی باشد، سازندگی باشد و خداوند در پناه شما باشد. سلامت باشد.